درود و درهبات. من نام ناصر بلیدین بلوچستان استوانگله یکیچه فعالانم. مرچی درایم راج من ایران پادات که گنت همی دوا مشو بلوچ. ولی ایران حکومت خاص مرچی کردان سرا مزنی یورشی برتگید. مرز دوی نیمگا هم ایران هم عراق نیمگا کردان سرا حمله کتگ و ماچی برتگ. کردانی و گلان و حزبان اعلام کتگ که درایم راج که من ایران هستند من یک اعتصاب عمومی بحر بزورند. ماشو بلوچ و کرد و یه دیگه راجانی درد من ایران یک کند. همیش کسک شرند که ماشو گوتی کردیم راتان همراهداری بکنین خواست می نوع مهرا شنبه روچا همی پونشیگین آیا اعلام کتگ گوتی کارن سرا نروند و همی داباشه دیگران دستبندیش کتگ که هم گوتی کارن سرا مروند. ماشو بلوچ راج هم وقتی تپاکی آگوتی کرد براتان و یه دیگه راجانی که می ایران هستند پیش بدارین و پونشیگین روچا شنبه 9 مهرا وقتی کارانی سرا مروین. سلامت بید. با سلام، اسم من ناصر بلیدی هست. امروز همه ما در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتیم و همه مردم یک صدا میگن که ما دیگر این رژیم را نمیخوایم. در این پروسه تعداد زیادی از جوانان ما کشته شدند و دولت ایران به ویژه به مردم کرد در داخل و در خارج از ایران در اقلیم کردستان نیز حمله کرده است. تعداد زیادی از احزاب کرد توسط بمباران‌های رژیم از بین رفتند. احزاب کرد روز شنبه 9 مهر را روز اعتصاب عمومی اعلام کردند و از همه ما درخواست کردند که به این اعتصاب بپیوندیم. من از همه مردم ایران به ویژه مردم بلوچ درخواست میکنم که به این اعتصاب عمومی بپیوندند تا اتحاد خودمون را در مقابله با این رژیم نشان بدیم و نشان بدیم که یک بار و برای همیشه ما میخوایم از رژیم جمهوری اسلامی ایران گذر بکنیم. با اعلام اعتصاب دوستان کرد همراه بشیم. با تشکر.